داستان واقعی از یک سوریه مصری. یک قاضی با ایمان مصری به نام محمد عریف در کتابش از حیات خود چنین قصه می کند. 15 سال قبل وکیل دفاع یعنی ادوکات بودم. روز صبح به کار روانه بودم و باید تا شب به خانه برنمی گشتم. نزد در کارگاه که رسیدم به یادم رسید که چند سند مهم را در خانه فراموش کرده ام. فوراً به ماشین نشسته به سوی خانه حرکت کردم. وقتی که به خانه رسیدم دیدم که مرد با همسرم هم بستر شده است. نمیدانستم که چی کار کنم. خودم وکیل بودم و قانون را خوب میدانستم. اگر آن مرد را میکشتم به سرم مشکلی ایجاد میکردم، چون که هیچ شاهدی نداشتم. تصمیم گرفتم با مرد هیچ کاری نکنم و با او گفتم از خانه من بیرون برو و من این کار را به خدا میسپارم. او به من خندید و رفت. یعنی به عقل من میخندید که به او هیچ کاری نکردم. وقتی که او رفت به همسرم گفتم وسایلت را جمع کن، به خانه پدرت میرویم، از هم جدا خواهیم شد. خانه پدر زنم در یک شهر دیگر بود. در راه فقط به آن حادثه فکر میکردم و بغض گلوگیرم میکرد. چون به خانه پدر عروسم رسیدیم، من آن حادثه را به خدا سپاریده بودم و نخواستم که آبروی همسرم را بریزم. و به خانواده زنم گفتم ما با هم موافق نیستیم و میخواهیم که از هم جدا شویم. خانواده همسرم در حیرت ماندند و گفتند که شما تا این دم به هم هیچ مشکلی نداشتید. من باشم پیوسته میگفتم ما موافق نیستیم و باید جدا شویم. وقتی برگشتم زنم به من گفت واقعا درود به شرفت، تو خیلی مرد بزرگ هستی که آبرویم را نزد پدر و مادرم نریختی. من در جواب گفتم که ای زن، برو از کاری کرده‌ات پشیمان شو و نزد خدا توبه کن. خلاصه از هم جدا شدیم و مدتها درگیر آن حادثه بودم. هرگاهی که در تلویزیون یا کوچه کسی را در حال خنده می دیدم، آن مرد پیش رویم می آمد که هنگامی رفتم به من می خندید. بعد از چند دوباره ازدواج کردم و یک زن با تقوا و صالحه نصیبم گشت. سالها گذشت و بعد 15 سال من قاضی دادگستری شدم. روز یک پرونده قتل را نزدم گذاشتند و مرد قاتل را داخل آوردند. به نظر می رسید که آن مرد را جای دیده بودم. بعد کمی فکر کردم و به یادم رسید که او همان مردی است که با زن قبلیم هم بستر شده بود، اما او مرا نشناخت. با او گفتم قضیه را نقل کن که چرا به قتل محکوم شدی. او گفت وقتی به خانه آمدم مردی را دیدم که با زنم هم بستر بود. نتوانستم پیش راه خشمم را گیرم و او را به قتل رسانیدم. گفتم شاهد داری؟ گفت نه. گفتم اگر راست میگویی پس چرا زنت را نیز نکشتی؟ او گفت که زنم فرار کرد. گفتم باید او را نمیکشتی، چون قانون میگوید که 3 شاهد باید ماجرا را میدیدند. گفت جناب قاضی، اگر این حادثه در شما رخ میداد آن مرد را نمیکشتید؟ گفتم نه، در زمان قاضی نیز این حادثه رخ داده بود و با مرد کاری نکرد. بعد این به یادش رسید که من همان وکیل 15 سال پیش هستم. گفتم من آن موقع تو را به خدا سپاریدم و حالا باشد با نوگ این قلم حکم قتلت را امضا میکنم، چون طبق قانون آن مرد باید اعدام میشد. من نیز حکم قتلش را صادر کردم. الله اکبر.